فصل ششم، تخیل کارگاه ذهن. گام پنجم، به سوی ثروت. خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه‌های ساخته انسان از انسان شکل می‌گیرد. عمل با کمک قوه تخیلی ذهن جاری می‌شود. گفتند که انسان می‌تواند هر چی را که در ذهن تصور کند و در خیال ببیند می‌تواند ایجاد نماید. انسان با کمک خیال در 50 سال گذشته بیش از تمام طول تاریخ زندگی بشری به سود خود استفاده کرده است. انسان چنان فضا را در تسخیر خود درآورده و پرندگان را به احساس ناتوانی و بی‌هنری مجبور کرده است. انسان توانست از فاصله میلیون ها کیلومتر خورشید را بررسی نماید. به سرعت سفر خود چنان افزوده است می تواند با سرعت بیش از 1000 کیلومتر سفر کند. یگانه محدودیت انسان محدوده منطق اثبات و استفاده از پرورش قوه تخیل است. اما انسان هنوز در استفاده از قوه خیال خود راهی دراز در پیش دارد. انسان به نزدیکی این را دریافته و تصوری دارد و استفاده آن را از نو آغاز کرده است. دو شکل تصور. ذهن خیالی انسان به دو شکل، تصوری آفرنده و تصوری صنعی عمل می کند. با کمک تصوری صنعی انسان مفهوم‌های نقطه نظرها و یا برنامه‌های گذشته را با ترکیب نو پیشنهاد می نماید. در واقع این ذهنیت چیزی را خلق نمی کند بلکه تماماً به استناد تجربه، آموزش و مشاهده های دریافته گذشته کار می کند. این ذهنیت است که بسیار اختراعکاران از آن استفاده می کنند. تصوری آفرنده. با کمک ذهن آفرنده انسان با فراستی به انتها در ارتباط می شود. انسان با کمک این ذهنیت الهامات را دریافت می کند. به وسیله این ذهنیت است که نقطه نظرهای نو به انسان می آیند. با کمک این ذهنیت است که شخص می تواند با ذهن نیمه هوشیار دیگران ارتباط برقرار سازد. تصوری آفرنده حالت خود به خودی دارد. موضوعی است که آن را در فصلهای بعد به طور کامل توضیح می دهیم. این ذهنیت تنها زمان عمل می کند که ذهن هوشیار به سرعت در حال فعالیت باشد. گوش به زنگ ذهن آفرنده در صورت استفاده از آن افزایش می یابد. رهبران بزرگ صناعت، اقتصاد و کارهای مالی، هنرمندان، موسیقیدانها، شعرا و غیر از آن جهت بزرگ شدند که از تصور آفرنده خود استفاده کرده اند. درست به همان شکل که وقتی از ملامت کننده بیشتر استفاده می کنیم قوی تر می شود. استفاده از ذهنیت آفرنده و صنعی نیز آن را قوی تر می کند. میل تنها یک انگیزه است و به خود ارزش ندارد مگر آنکه آن را به برابر وزن فیزیکیش تبدیل کنیم. در حالی که تصور صنعی در جریان تبدیل انگیزه و میل به پول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. باید به این حقیقت توجه داشت که ممکن است مجبور شوید که با شرایط و موقعیت‌های روبرو گردید که به تصوری آفرنده نیز نیاز داشته باشد. تصوری خود را ورزش دهید. ممکن است تصور شما اگر از آن استفاده نکنید ضعیف شود، اما می توانید با استفاده از آن را قوی کنید. این ذهنیت از بین نمی رود هرچند که ممکن است در صورت پیوسته استفاده نکردن ضعیف شود. در حال حاضر توجه خود را به رشد تصور صنعی محدود کنید، زیرا این ذهنیت است که از آن در جریان تبدیل میل به پول استفاده بیشتری خواهد کرد. تبدیل انگیزی به چشم نمایان میل به یک
واقعیتی به چشم نمایان، یعنی پول، برنامه یا چند برنامه را لازم دارد. این برنامه را باید با کمک تصور و بیشتر با قوه ذهن ثانی ایجاد کنید. تمام کتاب را یک بار بخوانید و دوباره به این فصل برگردید و بایست برای تبدیل میل خود به پول برنامه یا برنامه‌های تهیه کنید. دستور عمل‌های دقیق برای تهیه برنامه تقریباً در همه فصل‌های کتاب توضیح داده شده‌اند. دستور عملی را که بیش از دیگران نیاز شما را برآورده می‌سازد انتخاب کنید. بعد برنامه خود را روی کاغذ بنویسید. همین که این کار را انجام می‌دهید، به میل به چشم نانمایان خود شکل حقیقی می‌دهید. بار دیگر جمله قبلی را با صدای بلند و شمرده بخوانید. به خاطر داشته باشید همین که میل خود را خلاصه می‌کنید و طرح برای به حقیقت بدل شدن آن می‌ریزید، قدم‌های نخست را برداشته اید. همین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافی است. قانون‌هایی که به موفقیت می‌انجامند. زمینی که روی آن زندگی می‌کنید خودی شما و دیگران حاصل تغییرات تکاملی هستید که از نظم و ترتیب حیرت آوری برخوردار است. از آن گذشته زمین هر یک میلیاردها حجره بدن شما و هر یک از اتم‌های ماده در اول شکل از انرژی ناعیان داشتند. میل یک انگیزه فکری است. انگیزه های فکری شکل‌های از انرژی هستند. وقتی با انگیزه فکری میل به جمع پول آغاز می‌کند، از همان قانون‌هایی که طبیعت برای ایجاد این جهان از آن استفاده کرد فایده می‌جوید. می‌توانید از قانون‌های تغییر ناپذیر استفاده کنید، اما ابتدا باید با این قانون‌ها آشنا شوید و طرز استفاده از آنها را بیاموزید. امیدوارم بتوانم شما را در موقعی قرار دهم تا از سر همین موفقیت‌هایی که تاکنون به دست آمده با خبر شوید. شاید این گفته من عجیب به نظر برسد. مفهوم سر وجودی خارجی ندارد. طبیعت آن را در زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم، در ستاره‌ها و سیاره‌ها و در هر تیغی علف و در هر شکل از زندگی که آن را می‌بینیم تبلیغ کرده است. اصولی که همکنون می‌خواند شما را به درک تصور و تخیل کمک می‌کند. وقتی مطلب را دوباره و چند بار بخوانید می‌بینید که آن را به خوبی درک می‌کنید. تصور شما وسیع‌تر می‌شود. از همه اینها مهمتر، تا زمانی که 3 بار این کتاب را نخواندید به اصول پیشنهاد شده شبهه نکنید. استفاده عملی از تصور. نقطه آغاز هر موفقیت وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این نیز از تصور پیدا می شود. اگر موافقید برخی از این نقطه نظرها را بررسی کنیم، به این امید که با مطالعه این نمونه ها اطلاعات قطعی درباره نقش تصور در جمع آوری ثروت به دست آورید. چایجوش طلایی. 50 سال قبل دختری سالخورده‌ای که در روستا زندگی میکرد به شهر آمد. از کلیسکه پیاده شد و آرام و بی سر و صدا به داروخانه رفت و با فروشنده جوان آن سرگرم صحبت شد. دختر و داروفروش بیش از 1 ساعت با هم حرف زدند. آنگاه دختر از داروخانه بیرون آمده به سمت کلیسکه رفت و از آن یک چایجوش قدیمی بزرگ و یک قاشق چوبی برداشت و آن را به داروخانه برد. داروفروش چایجوش را به خوبی و به دقت تحقیق کرد. بعد دست در جیب برد و از آن پول را بیرون کشید و آن را به دکتر داد. دسته پول دقیقاً $500 بود که همه پس انداز طول عمر فروشنده را تشکیل میداد. دکتر پول را گرفت و کاغذی را به داروفروش داد که روی آن فرموله سری نوشته شده بود. این نوشته ارزشی فراوان داشت.
البته نه برای دکتر. این کلمه های جادویی با چایجوش رابطه داشتند، اما نه دکتر و نه داروفروش نمی‌دانستند که از این چایجوش چی عاید خواهد شد. داروفروش تمام پسنداز طول زندگیش را برای یک چایجوش قدیمی پرداخته بود، اما در خواب هم نمی‌دید که این سرمایه گذاری او روز چه فایده کلانی به او خواهد کرد. آنچه داروفروش خرید یک نقطه نظر بود. چایجوش قدیمی، قاشق چوبی و فرمولی نوشته شده روی کاغذ جمعاً به کالای انجامیدن که شما امروز آن را به نام کوکاکولا می‌شناسید. محصولی که اقتصاد منطقه جنوب را پیش برده و میلیون‌ها نفر را به کار گرفته است. یک چایجوش قدیمی یک شهر کوچک را با مرکزی بزرگ در کار تجارت تبدیل کرده است که سرنوشت زندگی همه مردم ناحیه را رقم می‌زند. اگر $1,000,000 می داشتم چی می کردم؟ داستانی که می خوانید واقعیتی را درباره یک ضرب المثل قدیمی بازگو می کند. اگر اراده باشد راه وجود دارد. این سخن معلم و روحانی بزرگ فرانک گانسالس است. وقتی دکتر گانسالس به کالج می رفت، در نظام آموزشی ما اشتباهات فراوانی را احساس کرد. با عیب‌های برخورد که می‌خواست آنها را برطرف سازد. برای رسیدن به این مهم باید سرپرستی یک کالج را به دست گیرد. او تصمیم گرفت کالجی نوبینانه حتی عقیده‌های خود را بیان که تحت تأثیر روش‌های آرتیکوداس فلج شود به محله اجرا بگذارد. او برای اجرای برنامه خود به $1,000,000 احتیاج داشت. چگونه میتوانست به این پول دست یابد؟ این سوال فکر و ذهن این واعظ جوان را اشغال کرده بود، اما ظاهراً پیشرفت حاصل نمیشد. او همه شب قبل از خواب و هنگام بیدار شدن از خواب به آن میاندیشید. این خواسته را به هر کجا میرفت با خود میبرد. آن را همیشه در ذهن خود داشت تا اینکه به وسوسه تبدیل شد. گانسالس فیلسوف و واعظ بزرگ مانندی همه کسانی که در زندگی موفق می شوند دریافت که داشتن هدفی مشخص و قطعی نقطه آغاز است که باید همه آن را بیازمایند. او در عین حال می دانست که داشتن عزم و اراده استوار همراه با میل سوزان برای تبدیل میل به معادل مالی آن لازم است. او از همه این واقعیت‌ها با خبر بود. با این حال نمی‌دانست که کجا و چگونه می‌تواند این $1,000,000 را به دست آورد. می‌توانست تسلیم شود و بگوید نظریه من جالب است، اما با آن کار نمی‌توانم انجام دهم، زیرا هرگز نمی‌توانم این $1,000,000 را پیدا کنم. اگر خیلی ها جای او بودند چون این کار می کردن، اما نظر دکتر گانسالس چیزی دیگر بود. آنچه او گفت و چی کرد به قدری مهم هستند که از شما دعوت می کنم به سخنان او گوش فرا دهید. او می گوید شنبه بعد از ظهر در حجره‌ام نشسته بودم و در این باره فکر می کردم که چگونه می توانم برای اجرای برنامه‌ام این پول را تهیه کنم. مدتی 2 سال فکر کرده بودم، اما جز اندیشیدن کار دیگری صورت نداده بودم. زمان عمل فرا رسیده بود. تصمیم خود را گرفتم. تصمیم گرفتم که این $1,000,000 را در مدت 1 هفته تهیه کنم. چگونه؟ این برایم مهم نبود. مهم این بود که این پول را در این مدت تهیه کنم. احساس از تصمیم و قوت طلب بر من حاکم شد. این احساس را قبلا تجربه نکرده بودم. گویا ندای از درون من می پرسید چرا مدت‌ها قبل این احساس را در خود ایجاد نکردی؟ این پول در تمام مدت در انتظار تو بود. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. به روزنامه‌ها زنگ زدم و با آنها گفتم که فردا وقت نماز درباره اگر $1,000,000 داشتم چی میکردم حرف خواهم زد. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد.
به روزنامه‌ها زنگ زدم و با آنها گفتم که فردا وقتی نماز درباره اگر $1,000,000 داشتم چی میکردم حرف خواهم زد. در حال دست به کار شدم، اما راست بگویم که کار مشکل نبود. در تمام مدت سال خود را برای این سخنرانی آماده کرده بودم. هنوز به نیمه شب نرسیده متن سخنرانی را نوشته بودم. با خیال راحت به رخت خواب رفتم. خود را می دیدم که آن $1,000,000 را به دست آوردم. صبح روزی بعد زود از خواب بیدار شدم. دست و رویم را شستم. سخنرانی را خواندم و بعد به درگاه خداوند نیایش کردم که سخنرانی من مورد اجابت قرار گیرد و کسی پول مورد نیاز مرا بپردازد. هنگام دعا خاطر جمع بودم که این پول را به دست می آورم، اما متن سخنرانی را در خانه به جای گذاشتم و تنها پشت منبر سخنرانی بود که این را دانستم. فرصتی برگشتن به خانه و آوردن متن سخنرانی را نداشتم و چی خوب بود که نمی توانستم ذهنی نیمه هوشیار آنچه را که می خواستم در اختیارم گذاشت. در آغاز مقدمه‌ای خطابه چشمانم را بستم و با تمام وجود حرف زدم. نه تنها با حاضرین در مجلس حرف زدم، بلکه با خداوند حرف زدم. گفتم که اگر $1,000,000 می داشتم با آن چی می کردم؟ گفتم که می خواهم یک مؤسسه بزرگ آموزشی دایر کنم تا دانشجویان در آن درس بخوانند و علم بیاموزند و ذهن خود را پرورش دهند. در پایان سخنرانی مردی که 3 صف پیشتر از آخر عبادتگاه نشسته بود از جای خود برخاست، به سوی میز خطابه آمد. نمیدانستم که چی هدف دارد. به نزد من آمد، دستش را دراز کرد و گفت: جناب کشیش، سخنرانی شما را شنیدم، مطلب به دلم نشست. شک ندارم که اگر $1,000,000 را داشته باشید هر کاری را که بخواهید می توانید بکنید. برای اینکه این اعتقادم را ثابت کنم، فردا صبح به دفتر من بیایید تا این $1,000,000 را به شما بدهم. نام من فیلیپ آرمور است. گونسالس جوان به دفتر جناب آرمور رفت. $1,000,000 در انتظار او بود. او با این پول مؤسسه تکنولوژی آرمور را بنیاد گذاشت که امروزها مؤسسه تکنولوژی الینویز نامیده می شود. این $1,000,000 در نتیجه یک نقطه نظر به دست آمد. در پس این نقطه نظر میل بود که گونسالس جوان آن را به مدت 2 سال در ذهن خود پرورش داده بود. به این حقیقت مهم توجه کنید. او این پول را در مدت 32 ساعت پس از آن که تصمیم قطعی گرفت و برنامه برای آن تهیه کرد به دست آورد. البته این تجربه محدود به جناب گونسالس نبود. قبلا هم کسان مانند او فکر می‌کردند، اما احتمالاً آنچه او را از دیگران برتر ساخت ذکر این جمله قطعی بود که این پول را در مدت 1 هفته به دست خواهد آورد. از آن گذشته اصلی که دکتر گونسالس به کمک آن $500,000 را به دست آورد پابرجا و موجود است. شما هم می توانید از آن استفاده کنید. درستی این قاعده امروز هم به چون پیشتر باقی است. چگونه نقطه نظرها را به نقد تبدیل کنیم؟ توجه داشته باشید که ایزی کندلر و دکتر فرانک گونسالس یک ویژگی مشترک داشتند. هر دوی آنها به این حقیقت مهم واقف بودند که نقطه نظر را می توان با عزم استوار، هدفی مشخص و یک برنامه معین به پول تبدیل کرد. اگر شما از جمله کسانی هستید و معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنهایی، به ثروت و تناسایی می انجامد، بدانید که سخت اشتباه می کنید. این هرگز حقیقت ندارد. ثروت و تناسایی، آن هم به مقدار زیاد، هرگز حاصل تنها تلاش شدید نیست. اگر قرار باشد ثروت در کار باشد،
این ثروت حاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول معین می باشد و هرگز مسئله امکانیت و اتفاق در میان نیست. اگر بخواهیم مشخصتر حرف بزنیم باید بگوییم که یک نقطه نظر یک انگیزه یا یک تکان فکری است که لازمه عمل به استناد تصور است. همه فروشندگان بزرگ می دانند اگر نتوان کالای را فروخت می توان نقطه نظر را فروخت. فروشندگان معمولی هستند، به همین دلیل است که آنها معمولی هستند. یکی از ناشران به مطلب پی برد که باید برای ناشرها به طور کلی فایده های زیادی در بر داشته باشد. او به این نتیجه رسید که بسیاری از خریداران کتاب به جای محتوای کتاب نوهای آن را خریداری می کنند. این ناشر توانست با تغییر عنوان کتابی که فروش خوب نداشت فروش آن را از حد $1,000,000 بالاتر ببرد. محتوا و مضمون کتاب را هرگز تغییر نداد. بجای همه اینها عنوان کتاب را تغییر داد و نام نوی برای آن انتخاب نمود. عنوانی که حالا خریداران کتاب به خریدای آن مشتاق بودند. همین تحول نیز در نهایت یک نقطه نظر و یک تصور بود. برای نقطه نظر قیمتی معین وجود ندارد. آفریننده نقطه نظری قیمت را تعیین می کند و اگر به اندازه کافی باهوش باشد آن را به دست می آورد. داستان تقریبا همین موفقیت‌های بزرگ روز آغاز می شود که آفرنده نقطه نظر و خریدار آن به دور هم جمع می شوند و در هماهنگی با هم کار می کنند. کارنگی با کسانی به هم می آمد که می توانستند کارهایی را که او به انجام آنها قادر نبود انجام دهند. مردانی که می توانستند آفرنده نقطه نظر باشند، مردانی که نقطه نظرها را به عمل تبدیل می کردند و خود و همکاران خود را به ثروت و تناسایی می رساندند. میلی آنها انسان به امید بخت و اقبال خوش به استقبال زندگی می روند. شاید بختی بلند بتواند در یک مورد سببکار تناسایی شود، اما سالمترین و بهترین برنامه ها علاقمندی به بخت و اقبال بلند ندارند. بختی بلند یک بار نصیبی من شد، اما برای ایجاد آن 25 سال تلاش طاقت فرسا کردم. بختی بلندی من ملاقات با اندریو کارنگی بود. کارنگی نظریه سازمان دادن را در ذهن من کاشت. هزاران انسان از کشفی که در اثری بررسی صورت خارجی گرفت بهره‌مند شدند و با استفاده از این فلسفه موفقیت‌های مالی بزرگ حاصل شده است. بختی خوشی من ملاقات با اندریو کارنگی بود، اما درباره عزم و اراده و هدفی مشخص و میل رسیدن به هدف و آن هم 25 سال اصرار و پافشاری و تلاش را چی میگوید؟ این میل و اشتیاق معمولی نبود که مرا روی پا نگه داشت تا بر هدفها، مشکلات و شکست‌های موقتی و انتقادهای گوشزدی به وقفه دیگران که وقت خود را تلف میکنی پیروز شوم. در من اشتیاقی سوزان موج میزد. در من وسواسی بزرگ ایجاد شده بود. وقت اندریو کارنگی این نقطه نظر را برای نخستین بار در من کاشت، تلاش کردم تا آن را در خود زنده نگه دارم. با تدریج این نقطه نظر به غول بزرگ تبدیل شد و با نیروی عجیب خود مرا به حرکت می آورد. گروه ها عموما از چنین صفت برخوردارند. ابتدا شما به آنها حیات و تحرک و هدایت می دهید و بعد آنها شما را حمایت می کنند. قدرت می گیرند و همین ناملائمی ها و ناراحتی ها را کنار می زنند. نقطه نظرها نیروهای ناعیان هستند، اما بیش از مغزی که به آنها تولد بخشیده نیروی و توان دارند. آنها از قدرت ادامه دادن به حیات خود برخوردارند. حتی وقت مغزی که به این نقطه نظرهای حیات بخشیده خجل و بازنشسته می شوند، نقطه نظری ایجاد شده به حیات خود
ادامه می دهد.